اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید روز سه شنبه 24 اسد که مصادف با سال روز اخراج نیروهای امریکایی و دیگر کشورهای غربی از افغانستان می باشد را رخصتی عمومی اعلام کرده اند. مولا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با عمر بولات وزیر تجارت ترکیه دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در مورد تجارت، سرمایه گذاری، اتصال منطقوی و انکشاف همکاری های اقتصادی میان دو کشور گفتگو کردند. معاون سیاسی ریاست الوزراء مولوی عبدالکبیر در خطاب به اساتید گرامی گفت پهنتون‌های افغانستان مانند پهنتون‌های گذشته که مراکز احزاب و مذاهب بودند اکنون به مراکز تعلیمی مبدل گردیده اند. مولا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید وظیفه معلم رساندن خیر به دیگران و هدایت کردن است، نه اینکه هدف و مقصدشان صرف و صرف امتیازات مادی باشد. دکتران شفاخانه علی‌آباد کابل میگویند برای بار نخست چنین عملیات جراحی را انجام دادند که در تاریخ کشور سابقه نداشته است. باشندگان ولایت ننگرهار از تامین امنیت سرتاسری خرسند هستند و میگویند با حاکمیت امارت اسلامی آزار و اذیت بی‌مورد به پایان رسیده است. وزیر تحصیلات عالی شیخ ندام محمد ندیم در نشست مشترک با اعضای کمیسیون سیاسی، اساتید بازگشته و با اساتید پهنتون‌های مختلف کشور گفت با وجود تلاش‌ها و تبلیغات گسترده دشمن، ده‌ها کادر علمی به کشورشان بازگشته اند. روند گزارشدهی آنلاین مالیاتی شرکت‌ها و تاجران در ولایت میدان وردک آغاز شد.